درود و عشق به شما عزیزانم. آرزو میکنم در هر کجای این کره خاکی که باشید با خودتون و در کنار عزیزانتون در تک تک لحظاتتون شاد زیست کنید. عزیزان، به زودی مطالب مفیدی مبتنی بر چگونگی وصل شدن، ارتباط گرفتن و یکی شدن با خود برتر که همگی از روند آگاهی هایی که خودم تجربه کردم، نه اطلاعاتی که توی دنیای مجازی داره کپی میشه و دست به دست میشه، در اینجا به اشتراک خواهم گذاشت و سعی میکنم که جلسات کارگاهی که در این رابطه با موضوع خود برتر با عزیزانی که در کنار من هستن برگزار میشه رو به صورت ضبط شده باز اینجا به اشتراک بذارم تا منم بتونم رسالت خودم رو به شکل بهتری انجام بدم. چیزی که توی جریان شاید تا الان کسی بهتون نگفته، بذار من اشاره کنم. این که وصل و ارتباط و یکی شدن یک اینکه زمان مشخصی نداره، با توجه به چگونگی تلاش من شکل میگیره و اگه کسی برای شما زمان مشخص کرد، اینو باید متوجه بشید که درک درستی از این فرایند نداره. و دو اینکه این فرایند 3 مرحله‌ای 12 قسمت داره، یعنی در اصل 10 قسمتی که باید از اون عبور کنیم و در قسمت پنجم به 2 مرحله تقسیم میشه و قسمت نهم باز 2 مرحله تقسیم میشه که به 12 مرحله مجزاست. و با توجه به شناخت و آگاهی نسبت به این مراحل ما میتونیم که آگاهانه با چشم‌های باز
مسیر رو با خودمون تا اولین ملاقات دنبال کنیم. این کارگاه ها رو من برگزار خواهم کرد و به صورت آنلاین و به صورت لایو بعد از هر کارگاه پرسش و پاسخ در این زمینه خواهم داشت. زمین با تمام انسان‌ها که در کل در یک وحدت هستیم با 8 میلیارد اندیزه، طبیعت، حیوانات، پرندگان، همگی در حال صعود به ابعاد بالاتر هستیم و ما با کشف خویشتن، ارتباط و یکی شدن با خویشتن به این صعود و این جریان نوری بسیار کمک خواهیم کرد. شاید ما آخرین بازماندگان انسان خردمند باشیم و در آینده نزدیک در ابعاد بالاتر کودکانی متولد بشن که از لحاظ روحی، مغزی، ارتعاشی، فرکانسی و انرژیکی سطح بسیار بالاتری نسبت به ماها داشته باشند و من به عنوان یک روح که در این مقطع بسیار مهم دارم زیست میکنم، آخرین تلاشمو باید بکنم تا جهانی متعادلتر، زیباتر و عاری از هر گونه جنگ و نفرت و سیاهی رو به کودکان آینده تحویل بدم. از طریق یکی شدن با خویشتن واقعی و دسترسی پیدا کردن از آگاهی‌های ناب الهی که همگی ذخیره در آکاشیک کیهانی دارند،
و با تجربه بیداری و آگاهانه میتونم این تعهد رو که به خودم دارم، این قراردادی رو که با خودم دارم رو به مرحله اجرا در بیارم. لطفاً یوتیوبی که الان من تازه زدم فالو کنید، مطالب رو لایک کنید، آدرس رو به عزیزانتون بدید تا عزیزان بیشتری بتونن دسترسی داشته باشن و از آگاهی هایی که در آینده نزدیک به اشتراک میذارم بتونن استفاده ببرن. همواره در آغوش نور زیست کنید.